20 سپتامبر پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان با یک سفر رسمی به وادی رش رفت. او سفرش را از بازدید از ناحیه سنگوار آغاز کرده در نیمه اول روز 20 سپتامبر در مراسم افتتاح بنای نو دو قبطه حکومت و کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتی این ناحیه و مهمانخانه چهار قبطه تخمینه که صاحبکار مصطفی عبدالله ساخته است، همچنین در مراسم گذاشتن سنگ اساس کودکستان کلیچه زرین اشتراک کرد و از نمایش محصولات کشاورزی و هنرهای مردمی این منطقه کوهستان بازدید کرده و با راهبران و فعالان ناحیه سنگوار ملاقات و در نزد آنها سخنرانی کرده است. در عکس‌ها دیده می شود که در نمایش هنرهای مردمی توجه امامعلی رحمان را نان چپاتی و کلچه های نقشین پخته یک زن سنگوار بیشتر به خود جلب کرده است. اما آنچه که حداقل در بیش از 40 عکس در نیمه اول روز 20 سپتامبر نشر کرده خدمات مطبوعات پرزیدنت جالب به نظر می رسید این است که این سفر امامعلی رحمان بار اول در طول سالیان زیاد بدون پیشوازگیری های پردبدبه و به پیشواز او قطار کردن و سرود خواندن دخترک‌ها صورت می گیرد. در عکس‌ها ظاهراً مخصوص صحن بیناهایی را که پرزیدنت بازدید می کرد ثبت کردن و در این عکس‌ها دیده نمی شود که دخترک‌های مکتب خوان را به پیشواز پرزیدنت جمع کرده باشند. یک منبع پایگاه خبری بامداد در حکومت تاجیکستان گفت مشاوران پرزیدنت هنوز وقت سفر اخیر او به وادی سوخت از مقامات محلی خواسته بودند که یگان خیل پیشوازگیری پردبدبه تشکیل نکنند. در ناحیه عینی دخترکان پیشوازگیر را حتی خانه به خانه جواب هم داده بودند، ولی مقامات سوخت ظاهراً در نهایت طاقت نکردند و هرچند با تعداد کمتر ولی باز هم شماره از خوانندگان را به کوچه ها برآوردند. این به پرزیدنت خوش نآمد و بعد بازگشتش سفارش قطعی داد که این کار بس کرده شود. نقل کرد مصاحبه بامداد. پیشوازگیری های پردبدبه از پرزیدنت در سفرهایش به شهر و نواحی بخصوص در هوای چه گرم و چه سرد دخترکان را چندین ساعت قطار کردن از مسائل بود که واکنش های گوناگون را در جامعه به بار آورده بود. طرفداران پرزیدنت و مقامات محلی این را نمایش محبت مردم به پرزیدنت برای خدمت‌هایش عنوان می‌کنند و بر اینند که امامعلی رحمان با خدمت‌هایی که برای تاجیکستان انجام داده است ارزنده چنین استقبال‌ها است. ولی منتقدان این پیشوازگیری‌های پردبدبه را نمونه دیگری از رواج پرستش شخص امامعلی رحمان در جامعه نامیده می‌گویند. مقامات محلی با تشکیل چنین پیشوازگیری‌ها می‌خواهند خود را در چشم پرزیدنت شیرین کرده توجه او و دیگر مسئولان حکومت را از مشکلات موجوده در این یا آن منطقه را به طرف دیگر برند.